من یکی از آرزوام که اومدم یوتیوب رو شروع کردم اول به خاطر نیما بود. اصلا نیما رو که دیدم من گفتم 100% باید انقدر بیام رشد کنم که افتخار اینو داشته باشم بتونم با نیما ویدیو بگیرم. اگه میشه چی بگم، خواهش میکنم ازتون اگه میشه لطف کنید این یه تیکه ویدیو رو دست به دست کنید دست نیما برسید. ولی میدونم من خیلی 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 کوچیک‌تر از اونیم که تا به نیما برسم. قربونت برم من با من ویدیویی بگیره من میتونم چقدر دیگه رشد کنم، 3 سال دیگه 4 سال دیگه که بتونم افتخاری داشته باشم با نیما، حتی فرشاد با سوگند ویدیو بگیرم. ولی از همه بیشتر با نیما دوست دارم ویدیو بگیرم. دور سرت بگردم. نیما آشنا شدم یه حال دیگه ایه، مثلا خود نیما یه حال دیگه است، خیلی خوبه. این از این خواهش کنم اگه میشه این پیام منو به نیما برسون. دمتون گرم. قربونت برم من.